استاد یعنی طراحی همین یه تیکه چند سانتی برای ساختن کل حاشیه این قاب آینه کافیه واقعا؟ اگر که درست محاسبه و طراحی رو انجام بدید بله، به این میگن واگیره. نمیدونم واگیره چیه. واگیره یه تکه کوچیک از طرح هست که وقتی چند بار تکرار بشه میتونه کل حاشیه یا صفحه رو بسازه. واگیره فقط تکرار میشه، تغییر نمیکنه؟ فقط ممکنه در گوشه ها کمی تغییر پیش بیاد. ببینید من همیشه فکر میکردم باید کل حاشیه رو از ابتدا تا آخر طراحی کنم. خب به همین دلیل هم خیلی طول میکشید، هم هیچ وقت خوب از آب در نمیومد. خیلی ساده و خلاصه یک نمونه رو برات میگم. اینجا رو ببین. وقتی که ما یک فضایی رو داریم و با عنوان حاشیه کارمون هست، میایم طول و عرض کارمون رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم به این شکل. و تمرکز ما روی این 1/4 هست، چون طراحی رو در این 1/4 که انجام بدیم میتونیم روی 3/4 دیگه اون رو گسترش بدیم. اندازه ارزی که داریم ما میایم دقیقاً روی طول جدا میکنیم. فضایی که باقی میمونه به این قسمت میگیم واگیره. حالا اگر که ابعاد بزرگ باشه حتی میتونیم اون رو به 2 قسمت مساوی تقسیم کنیم و طراحی رو تنها برای یک بخش انجام بدیم و با گسترش اون فضای کارمون رو پر کنیم. چقدر جالب و ساده هست. در دوره تذهیب و طراحی سنتی بیش از 100 نوع از این حاشیه‌ها رو همراه با تکرار واگیره آموزش دادم. دقیق و اصولی اونجا میتونی شروع کنی.